ذوالفقار به طرف ما به می طرف ما خط دو کمر پایینی نبرساند دو کمر پایینی به طرف ما آجو. حمله مقاومتگران اندراب بر نیروهای طالبان. چریک‌های جبهه مقاومت میگوید که در حمله بر طالبان تلفات سنگین وارد کردند. دردسر طالبان در پنجشیر. طالبان 380 جنگجوی تازه نفس از بدخشان به پنجشیر میفرستند. سربریده شدن 3 اسیر جنگی از سوی طالبان در پنجشیر. جبهه مقاومت از سربریده شدن 3 تن از اسیران جنگی نیروهای مقاومت از سوی طالبان در پنجشیر خبر داده است. ترس از طالبان و خانه‌نشینی جوانان. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جوانان افغانستان روزهایشان را با بازی‌های مجازی در کنج خانه سپری می‌کنند. واکنش طالبان به سخنان اخیر حکمتیار. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به گفته‌های اخیر حکمتیار در توییت واکنش نشان داد، اما پس از لحظات آن را حذف کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان یک پله بالاتر از تیم ملی هندوستان. تیم ملی کرکت کشور با شکست زیمبابوه در جایگاه سوم سوپرلیگ جام جهانی قرار گرفت. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری آموج نیوز خوش آمدید. چریک‌های جبهه مقاومت ملی میگویند که در حمله بر طالبان در اندراب با آنها تلفات سنگین وارد کردند. خیر محمد اندرابی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت، با نشر یک نوار تصویری در فیسبوک نگاشته که با افرادش در دره تغانک ولسوالی پل حصار اندراب ولایت بغلان بر طالبان حمله نموده و با آنها تلفات سنگین وارد کرده است. در عین حال منابع محلی نیز تایید می‌کنند که در این درگیری 6 جنگجوی طالب کشته شده و 4 تن دیگر نیز زخم برداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد واکنش نداشتند. منابع با آماج میگویند که 380 تن از نیروهای طالبان بدخشانی قرار است جهت سرکوب مقاومتگران در پنجشیر راهی این ولایت شوند. به گفته منابع این تعداد طالبان در نتیجه فشار ملا یعقوب وزیر دفاع و قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان فردا راهی نبرد پنجشیر می شوند. منبع اضافه کرده است که این تصمیم بعد از آن گرفته شده که طالبان پشتون بیشترین تلفات را در پنجشیر متقبل شدند. از سوی هم شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تازگی اعلام کرده است که طالبان نزدیک به 30,000 جنگجو را در ولایت‌های پنجشیر و بغلان جابجا کردند. این در حالی است که درگیری‌ها میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در پنجشیر، تخار، ولسوالی‌های سیگانه دره اندراب و ولسوالی خوست و فرهنگ ولایت بغلان از چندین هفته به این سو جریان دارد. بر بنیاد گزارشات، طالبان پس از متقبل شدن تلفات دست به بازداشت‌های گسترده، زندانی، شکنجه و قتل غیر نظامیان در پنجشیر زدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید طالبان در ولسوالی بازارک پنجشیر 3 تن از اسیران جنگی نیروهای مقاومت را سربریدند. به گفته مقام‌های این جبهه، طالبان نخست دستان این 3 اسیر را بسته و سپس آنها را با قساوت بسیار سربریدند. جبهه مقاومت طالبان را به جنایت جنگی متهم کرد. جبهه مقاومت روز یکشنبه 15 جوزا در خبرنامه نوشت که مردم اجساد تمیم خان، جانگل و فیض آقا را بدون حضور اعضای خانواده آنها دفن کردند. جبهه مقاومت سربریدن اسیران جنگی توسط طالبان را مصداق جنایت جنگی و بشری خوانده، گفته است این رفتار طالبان نشان دهنده ذهنیت کاملا ضد اسلامی و غیر انسانی آنها است. پس از درگیری‌ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر، در روزهای اخیر طالبان ده‌ها تن از غیر نظامیان را از مناطق مختلف ولایت پنجشیر بازداشت و به زندان منتقل کردند. مقام‌های طالبان تا اکنون در مورد سربریدن نیروهای جبهه مقاومت اظهار نظر نکردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بسیاری از جوانان کابل با طالبانی که در جاده‌ها گشت زنی می‌کنند با احتیاط برخورد می‌کنند و ترجیح می‌دهند به جای رفتن به شهر در خانه بمانند. در گزارش آمده است که قانون‌های سختگیرانه طالبان جوانان را وادار کرده است که ارتباطات با دنیای خارج را قطع کنند و در کنج خانه به بازی‌های مجازی رو آورند. در این گزارش گفته شده به نظر می‌رسد که میزان کاربران بازی پابجی در ماه‌های بعد از ورود طالبان به کابل در این شهر افزایش یافته است. در عین زمان سازمان صحی جهان هشدار داده که ممکن است شمار از کاربران این بازی‌ها به اعتیاد مبتلا شوند. به گفته این سازمان، مشخصه اعتیاد به این بازی‌ها افزایش بیقراری برای ورود به بازی و ادامه آن برای ساعت‌های طولانی است. این در حال است که حکومت طالبان در ماه اپریل سال جاری میلادی اعلام کردند که استفاده از نرم افزارهای پابجی و تیک تاک در افغانستان ممنوع است. آنان افزوده بودند این دو برنامه سرگرمی
سمنگانی نسل‌های جوان افغانستان را به بیراهه هدایت می‌کند. با وجود ممنوعیت طالبان، خبرگزاری فرانسه نوشته است هنوز جوانان افغانستان از این دو نرم افزار استفاده می‌کنند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به این خبرگزاری گفته است که آنان در حال حاضر با شرکت‌های مخابراتی افغانستان در حال گفتگواند تا امکان دسترسی به هر دو نرم افزار را محدود بسازند. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در واکنش به گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در مورد حجاب زنان گفته است این بیچاره با نبود معلومات مواجه است. آقای عاکف مهاجر در توییت نگاشته است که عضوهای حزب اسلامی زمان در کابل و اردوگاه شمشتوی پاکستان بر زنان صورت برهنه تیزاب می‌پوشیدند، اما او اکنون درباره پوشانیدن صورت زنان حرف می‌زند. در عین حال آقای مهاجر پس از لحظه‌های توییتش را حذف کرد. این در حال است که روز گذشته آقای حکمتیار در خطبه نماز جمعه از دستور طالبان مبنی بر پوشانیدن صورت زنان انتقاد کرد. نامبرده گفته بود پوشش خاص را به افغانان به خصوص زنان و دختران تحمیل نکنید که در قرآن و سنت درباره آن نص صریح وجود ندارد. تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته به مصاف تیم ملی کرکت زیمبابوه رفت و این تیم را شکست داد. با این پیروزی افغانستان در جدول 13 تیمی سوپرلیگ جام جهانی کرکت در جایگاه سوم قرار گرفت و از تیم ملی کرکت هندوستان یک رتبه پیشی گرفته است. تیم بنگلادش، انگلستان و افغانستان به ترتیب در جایگاه‌های اول، دوم و سوم جدول سوپرلیگ جام جهانی کرکت قرار دارند. صعود تیم ملی کشور در جدول پس از آن صورت گرفت که در اولین بازی سلسله مسابقه‌های بین‌المللی یک روزه زیمبابوه تیم میزبان را با تفاوت 60 شکست داد. در این دیدار افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن 277 دوش را به عنوان هدف تعیین کرد. تیم ملی زیمبابوه با از دست دادن تمام بازیکنانش 216 دوش انجام داد و نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند. محمد نبی ساخل بازیکن تیم افغانستان توانست 4 بازیکن تیم مقابل را حذف کند و راشد خان و فضل الحق فاروقی نیز هر کدام 2 بازیکن را حذف کردند. باید ذکر کرد که 3 مسابقه بین‌المللی یک روزه افغانستان در برابر زیمبابوه بخش از رقابت‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 2023 زیر نام سوپرلیگ جام جهانی کرکت است.